هنرجو داشتم، یهو غیب شد. اواخر کرونا بود، بازار کالیمان خیلی داغ شده بود. یکی از هنرجوها خب طبق روال اومد ثبت نامش رو انجام داد و کلاساشو اومد. یه 2 جلسه اومد، 2 جلسه دیگه هم از کلاسش باقی مونده بود. یهو غیب شد و من اون تایم کلاسش رو کامل سر کلاس نشستم، بهش زنگ زدم جواب نداد. 1-2 جلسه حتی بعد اونم باز دوباره منتظرش بودم که بیاد، تایم کلاسش رو به کسی ندادم ولی خبری ازش نشد. گفتم حالا هر دلیلی انتخاب کرده که نیاد دیگه. یه 4-5 گذشت، یهو دیدم که همون خانم مسیج داد که آره من مشکلی برام پیش اومده بود، یکی از عزیزانم فوت شد و نتونستم به یه کلاس رو بیام، حالا من میخوام اون 1-2 جلسه باقی موندم رو داشته باشم. بعد من خب ابراز همدردی باهاش کردم و اینا، گفتم که ببین واقعیتش اگر بهم میگفتی، مسیج میزدی بهم یا زنگ میزدی، حتی هفته بعدش یا حالا هر چی، میتونستم یه کاریش بکنم برات، حالا یا کلاستو نگه می‌داشتم یا جبرانیشو میذاشتیم، نمیدونم یه کاری میکردیم. ولی من واقعا تا 2-3 جلسه بعد اونم منتظر شما بودم تا پایان کلاس و نشستم سر کلاس، تایم تو به کسی ندادم و بدون اینکه هیچ خبری ازت بشه و خوشحالم کلاسمون رو دوباره داشته باشیم، ولی خب مجدد باید ثبت نام کنی، تایم بدم بهت، روز بدم و اینا. خیلی شاکی شد، هرچی از دهنش در اومد بهم گفت و بعدش هم رفت توی اینستاگرام زیر تمام پستام هرچی از دهنش در اومد نوشت که این خانم پولتون رو میخوره، بهتون چیزی یاد نمیده، نمیدونم از این چیزا و واقعا داستانی داشتیم. یادم خیلی هم حالم گرفته شد اون موقع. حالا یادم افتاد گفتم براتون تعریف کنم، داشتم کالیمان کویک میکردم. شما بگین جای من بودین چی کار میکردین؟